سلام، به دنیای رنگ‌ها خوش اومدی. تا حالا به صخره‌های لب دریاچه دقت کردی؟ اون ترکیب فوق‌العاده سفید، کرم قهوه‌ای و حتی سیاه، انگار طبیعت داره خودش یه تابلوی نقاشی رو بهت نشون میده. امروز من تصمیم گرفتم همین زیبایی رو بیارم روی بوم و با رنگ روغن زنده‌اش کنم. قدم به قدم من بیا از ساختن بافت سخت سنگ‌ها گرفته تا بازی نور و سایه روی سطحشون. هر ضربه قلموی راز داره، هر رنگی یه حس. میبینی که چطور سنگ‌های سرد و خشن روی بوم تبدیل میشن به یه تصویر زنده و گرم. پس تا آخرین ویدیو با من بمون، چون بخش جذابش آخرشه، جایی که همه رنگ‌ها و خطوط در کنار هم میشینن و اون حس واقعی لب دریاچه رو زنده میکنن. و اگر مثل من عاشق جزئیات رئال و هایپررئال هستی، یادت نره پیج رو فالو کنی تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. نظرت درباره این تکنیک رو هم توی کامنت ها بنویس. من با عشق میخونم. حالا بریم سراغ ادامه این سفر رنگی. امروز میرسیم به یکی از جذابترین قسمت‌های این منظره، صخره‌های لب دریاچه. شاید در نگاه اول فقط چند تیکه سنگ ببینی، اما وقتی وارد دنیای رنگ روغن میشی میفهمی هر خط و هر لکه رنگش یه داستان داره. از سفید روشن که انعکاس نور خورشید رو نشون میده تا قهوه‌ای‌های گرم و سیاهی که عمق و قدرت سنگ رو به تصویر میکشه. این ترکیب رنگ‌ها باعث میشه صخره‌ها روی بوم نفس بکشن. من قدم به قدم نشونت میدم چطور با لایه‌گذاری و تغییر تونالیته میشه به سنگ‌ها بافت واقعی داد. دقت کن که هیچ خطی اتفاقی نیست، حتی سایه‌های ریز بین ترک‌ها همشون قراره این تابلو رو زنده کنن. پس وقتی همه جزئیات کامل شد، میبینید چطور این بخش ساده منظره تبدیل میشه به یه نقطه کانونی و پرقدرت تابلو. و اگه دلت میخواد بیشتر با تکنیک‌های رئال و هایپررئال آشنا بشی، همین الان پیج رو فالو کن. اگه داری این ویدیو رو از این اینستاگرام میبینی، همین الان پیج رو فالو کن و توی کامنت ها نظرت رو بنویس تا با هم بیشتر در مورد تکنیک‌های رنگ روغن و هایپررئال گپ بزنیم. اگه داری این ویدیو رو از این اینستاگرام میبینی، همین الان پیج رو فالو کن و توی کامنت ها نظرت رو بنویس تا با هم بیشتر در مورد تکنیک‌های رنگ روغن و هایپررئال گپ بزنیم. اما اگه از یوتیوب داری تماشا میکنی، روی دکمه سابسکرایب بزن و زنگوله رو فعال کن تا هیچ کدوم از آموزش‌ها و ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. یادت باشه دنیای هنر با تعامل تو زیباتر میشه، پس انتخاب با توئه. اینستا یا یوتیوب، هر جا که هستی بمون و با من این مسیر رنگی رو ادامه بده.